د تلویزیون ډېرو قدرمنو لیدونکو سلام. له څو اونیو راپدې خوا د کارګرانو ملي اتحادیې لاریون کړی، تحصن کړی او بالاخره نن د غذایي اعتصاب تصمیم ونیو او په دې ارتباط باندې د خپل دادخواهي خیمه ووهله. د دوی خبره دا ده چې حکومت په غیر قانوني توګه باندې د ولسمشر د 50 فرمان په اساس باندې هغه جایدادونه او هغه ځمکې چې د دې اتحادیې پورې اړوند دي او د دغو ځمکو قانوني قوالې او اسناد په لاس باندې لري، د حکومت اوس د دغه فرمان په اساس باندې په غیر قانوني توګه باندې غواړي له دوی څخه واخلي. د دوی تحلیل او ارزیابي له دې مسلې نه دا ده چې حکومت راځي او زموږ جایدادونه او ځمکې غصبوي، یعنې دی وایي چې په رسمي ډول باندې د ولسمشر د فرمان په اساس باندې زموږ جایدادونه غصبي. که څه هم دوی شپږم د حمل نه دغه پروسه شروع کړې ده، اما اوس داسې ویل کېږي چې په دوی باندې د مختلفو لورو فشارونه ډېر زیات دي، امنیتي ځواکونه یې نه پرېږدي او وخت نه وخت دوی ته ډېر مشکلات او ستونزې پیدا کوي. بالاخره د دوی تصمیم دا ده چې باید اعتصاب وکړي، هغه هم غذایي اعتصاب وکړي او په دې ارتباط باندې خپله خیمه هم ودروي. اوس موږ په ننني بحث کې په دې خبرې کوو چې ولې اعتصاب کوي، د اعتصاب دلایل څه دي او هغه بحث چې دوی مطرح کړی ده چې دغه ځمکې او جایدادونه د موږ دي، یا دوی اسناد لري او که نه لري، څنګه یې لاسته راوړي دي، د کوم تاریخ نه یې اخیستي دي او بالاخره د حکومت او بیا د مشخصا د ښاغلي ولسمشر دغه فرمان څومره د قوانینو په خلاف فرمان ده. په دې باندې خبرې کوو. بحث کې راسره ډېر قدرمن میلمه ښاغلی بصیر احمد نوري د کارگرانو د ملی اتحادیه د نشراتو رئیس راسره بحث کې میلمه. خیلی خوش آمدید آقای نوری، خوش آمدید میگم شما. حالا چقدر وقت میشه که مشکل ایجاد شده و بالاخره یعنی دادخواهیتان به خاطر چی است؟ از مدت 2 سال به این طرف نظر به مصوبه 12 کابینه اونها مصوبات صادر کردن تمام جایدادهای دولتی که نزد اتحادیه کارگری و اتحادیه دهقانا و اتحادیه جوانان هست و اتحادیه نویسندگان باید او به دولت تعلق بگیرد. بعد از او یک هیئت تعیین شد در ارگان‌های بسیار به 3-4 اتحادیه. نوبت ما که رسیدن ما رو بررسی کردن، اسنادهای ما رو بررسی کردن. تمام اسنادهای ما بسیار قوالی شرعی داشت، اسناد قانونی داشتن. سر صحبت می‌کنیم این اتحادیه‌های دیگه که جایدادهای دولتی بودن اونا هم بررسی شده، اونا از گرفته شد. خب دولتی از دولت میاد جایداد خود میگیره دیگه، مسئله نیست. از ما مسئله جایدادایی است که دولتی نیست. ما در مقدار دولتی بود، از ما یک مقدارش دولتی بود و ما گرفتن. ولی از اتحادیه کارگری ما جایدادایی که به اصطلاح خریداری کردیم در مقاطع مختلف زمانی به خاطر پیشبرد اهداف خود از پول اقلوزیت کارگرها و اعضای اتحادیه خریداری کردیم و تا امروز ما در چندین ولایت در این چند سال اخیر هم ما زمین خریدیم، تعمیر آباد کردیم، دفاتر کاری به اصطلاح ما فعالیت‌های ما در موجه فعلا ادامه داره و اکنون که فشارها سر ما زیاد شده با وجود از اینکه در اون مصوبه گفتن که باید آن جایدادهای دولتی که نزد اتحادیه کارگری هست باید به دولت تعلق بده، در حالی که اسناد ما کلش اسناد قانونی است. شما قوانین شرعی داشتین؟ بله دولتی هم داشتین؟ ما یک بلس جای ما به اصطلاح نه زمین دولتی داریم و نه کدوم ملکیتی که به اصطلاح مربوط به دولت باشه. ما تمام همین جایدادها را از پول اقلوزیت کارگرها و اعضای اتحادیه در مقاطع مختلف زمانی خریداری کردیم. درست است. و ایره عالمی خواهند که اینا از پیش شما بگیرن. خب اونمو صرف مصوبه کابینه است یا فرمان هم؟ بالاخره اونا خب کابینه مصوبه 12 که به اصطلاح صادر کردن ما جوابشون دادیم. آمدن هیئت آمدن، ما اسنادهای ما رو دیدن که کلش اسناد قانونی است. ما در تمام جاهایی که به اصطلاح دادخواهی کردیم همین اسنادهای خود بردیم، ولی متاسفانه به تاریخ همین نتیجه هیئت چی بود؟ هیئتی که بررسی کرد اونا کار ما رو که بررسی کردن از ما تقدیر به ما آوردن، گفتن این کارهای ما رو بررسی کردن، جایدادهای اتحادیه کارگری کار فعالیتش به اصطلاح قابل قدر است، ولی یک بارگی در بالا اینها گفتن هدایت هست که باید جایدادها از یا گرفته شود. ما از اون خود دادخواهی خود ما با کدام اساسی جایداد میگیره؟ به مو اساس فرمان میگن که این جایدادها دولتی است.
ما میگیم دولتی نیست، ما اسناد داریم، ما در تمام جای اسناد آخر در مجامع بین المللی ما اسناد آخر ارائه کردیم، به پارلمان ارائه کردیم، به هیئت اجرایه، به ریاست جمهوری، به تمام به محاکم ما می اسنادهای خود پیشکش کردیم که این اسنادهای ما کلش قانونی است. ما امروز می دادخواهی ما مخالف نظام نیستیم، ولی ما می دادخواهی که میکنیم ما به خاطر دادخواهی میکنیم که ما برحق هستیم، چون اسناد داریم، قوالای شرعی داریم و کارگرها بالای ما اعتماد کرده. ما دیگه نمیشه که جایداد کارگر را به دولت تسلیم کنیم. متاسفانه در فرمان شماره 57 مؤرخ 1396 یک فرمان به اصطلاح صادر شد. به اساس فرمان به تاریخ 6 عمل بالای اتحادیه نیروهای پلیس یورش آوردن، ولی ما دست ما خالی. اونا میخواستن که تمام دفاتر ما را به اصطلاح ملا کنه. اونجا ما مقاومت کردیم، ما نخواستیم که جایدادهای ما رو بگیریم، ما گفتیم مخالف نظام نیستیم، ولی همین اسنادایی که پیش ما هست، همین جایدادهایی که ما داریم کلش دولتی است، کلش به اصطلاح از پول اقلوزیت کارگرها و کارمندای دولت خریده شده است. آقای نوری، حالا که شما میگین جایدادهای شخصی شما است و دولتی نیست، این بحث به حکومت مطرح هم کردیم، همین مراجعه که بر شما صورت میگیره بارز اینا گفتین که دولتی نیست، شخصی است. ما در همون اسناد ارائه کردیم، در ریاست جمهوری ارائه کردیم، در ریاست جمهوری رفتیم، در پارلمان رفتیم، در محاکم رفتیم، همون جایی که به اصطلاح صدا رو میشنویم اونجا رفتیم و که صدای کارگرها رو نمیشنویم. کارگر یک قشر مظلوم است، ولی ما تفنگ نداریم، زور نداریم، ولی ما با دست خالی، ما با بسیار با میابله دست کارگر ما جایدادها را خریدیم، ولی با تاریخ 6 بالای ما پلیس حمله کردن، میخواستن جایدادهای ما رو بگیرن، ما مرلا کنن، ما مقاومت کردیم. بعد از اون بالاخره دیروز باز هم یک بار دیگر هم پلیس. قضیه دیروز چی بوده که بسیار سر و صدا هم شد، در مطبوعات هم مسئله مطرح شد؟ دیروز هم نیروهای پلیس بعد از 2 بجه آمدن، میخواستن که به زور جایدادهای ما را بسا تصاحب کنن یا مرلا کنن. ما مقاومت کردیم، کارگرها و فعالین اتحادیه مقاومت کردن. ما گفتیم که ما مخالف نظام نیستیم، ما فقط جایدادها از پول عضویت کارگرها خریده شده است. ما دادخواهی ما بود، بالاخره پلیس نتونست که وارد محوطه خود اتحادیه شود. بعد از چون ما در هر جای رفتیم صدای ما را کس نشنید، ما دست به تحسن بعد از 3 بجه دیروز دست به تحسن زدیم و اعتصاب غذایی را شروع کردیم و تا به امروز ما دو مخیمه به اعتصاب غذایی اعضا و کارمندای اتحادیه به سر میبرن. این جایدادها رو شما از افراد از جایدادهای شخصی را خریدین یا جایدادهای دولتی را خریدین؟ نه، ما تمامش از افراد و اشخاص خریداری کردیم. کل از یا به اصطلاح از یک مقدارش از دولت از شوروالیا خریداری کردیم و یک مقدار از افراد و اشخاص خریداری کردیم در مرکز و ولایت. باز اینا قواله دادن برای شما؟ قواله شرعی رسمی؟ بله، قواله شرعی است. یعنی در محکمه هم تایید کرده؟ فکر نمی‌کنین که محکمه کلی چیز محکمه هم قبول کرده. ما بیخیم بسود در خود مخزن همین آمدن هیئت‌ها رفتن تا در مخزن همین سر دادن قوالای ما را، دیدن که هیچ کدام چیزش نیست، کدام نواقضش نیست، ولی ما نمیدونیم که چرا بالای کارگرات فشار وارد میشه. یعنی فکر میکنیم که به یک نوع خلاف حکم محکمه اقدام است دیگه؟ ما فهمی است که به خاطر که اسناد خو بر شما محکمه داده. ما خو احترام نظام داریم، چون ما در این نظام زندگی میکنیم، ما همیشه به این حکومت رای دادیم، ولی ما همین فرمان شماره 57 در نفس خود مشکل حقوقی داره، مشکل قانونی داره، چون جایدادهای ما دولتی نیست، جایدادهای ما شخصی است، از پول اقلیت کارگرها خریده شده و ما دادخواهی ما رو هم میکنیم، نه تنها در مرکز بلکه ما در ولایات هم همین دادخواهی خود فعلا ادامه دادن و ادامه میتن و همین در دولت در تمام ولایات هم به اصطلاح همین تمام جایدادهایی که ما وجود داریم اونها هم زیر فشار گرفته که باید جایدادها از پیش از اونها بگیره، ولی کادرها و فعالین و کارگرها مقاومت کرده رایستن و اجازه نمیتن که همین جایدادهایشان دولتی شود. درسته. بحث اینجاست که الان جریان اتحادیه کارگری یک جریان مدنی حقوقی است یا جریان دولتی است یا جریان شخصی است؟ نه، ما یک نهاد بزرگ کارگری در کشور هستیم. از سال 1343 به این طرف ما قانونا فعالیت داریم و هدف ما فقط دفاع قانونی از حقوق کارگرها و کارمندای دولت می باشد.
یعنی شما فکر نمیکنید که این جریان خودش دولتی است وقتی که جریان دولتی باشه ما فقط از حقوق کارمند که دیگه داره کار میکنه ما از حقوق از اونها دفاع و حمایت میکنیم. ما خودمون به اصطلاح دولتی نیستیم ولی ما فقط دفاع قانونی ما از حقوق کارگر و کارمند دولت میکنیم. حکومت و دولت هم بایتان کمک میکنه مسائل که تان مطرح میکنه جای برتان داده یا برای حمایتتان میکنه؟ ما هیچ حمایت نمیکنه. ما فقط فعلا ما سر پای هستیم فقط به میاقلوزیت کارگرا و کارمندای دولت ما سر پای هستیم. چقدر تعداد است؟ ما اعضای اتحادیه ما در سراسر افغانستان به 1,74,000 نفر میرسن. باز اینا همشان اقلوزیت اینا میپردازن؟ بله اینا اقلوزیت. چقدر اقلوزیت هست؟ ماهانه یک بسلا برای یک کارگر یا کارمند 10 افغانی برای ما اقلوزیت میته. باز از این جمله 5 افغانیش به اتحادیه تعلق میگیره و 5 افغانی دیگه مربوط میشه به ما خود اما بسلا ما واحد اتحادیوی در اداره داریم به مفاعلت‌های فرهنگی و تبلیغی چون بسلا 5% به اونا میمونه 5% به اتحادیه میمونه. درست است. حالا حکومت دلیل حکومت چی است؟ شما ششتین رفتین با پارلمان هم ششتین با ریاست اجرایی هم ششتین با هر گام گفتین ششتین ملاقات کردیم. اونا چی دلیل میگه؟ مثلا یک دلیل خو میارن اونا دلیلشون ما نمیفهمیم ولی ما دادخواهی میکنیم. ما گفتیم ما دادخواهی ما هست ولی صدای ما نشنیدن. ما همیشه دادخواهی کردیم گلو پاره کردیم که خفه کردن صدای کارگر بسلا خفه کردن صدای مردم است. ما گفتیم که بسلا ما را کس نه بخشش داده نه تحفه داده و نه دولتی است ولی ما را نمیمونه به ما چیزی که ما را چیزی نمیتام ولی ما را آرام نمیمونه. ما با وجودی که در هر جای رفتیم به هر دروازه دیم صدای ما را کس نمیشنو صدای کارگرها و ما مجبور شدیم که دیروز ما دست به تحسن به اعتصاب غذایی بزنیم و خیمه تحسن برپا کنیم تا صدای ما را به مردم افغانستان و جهانیان بشنوند. درست است. یکی خب بحث فرمان است، فرمان رئیس جمهور است جناب نوری صاحب. یک بحثی است شما مثلا رفتین در پارلمان، شما رفتین در ریاست اجرایی، اونا بالاخره چی گفتن؟ هیچ با شما نشستن، نخواستن که با شما گپ بزنن یا گپ زده شد؟ ما پارلمان چندین بار رفتیم اونا راجع کردن ولی داخل نظام بسلا ما نمیفهمیم که چرا همین نظام برای حل اتحادیه کارگری تو قد بالا کرده. ما نمیفهمیم که ما با نظام مخالف نیستیم ولی یک تعداد است مثلا جایداده ما سرخ آمدن. ما نمیفهمیم که جایداده ما چی میکنن دیگه به او خاطر صدای ما تا امروز کس نشنیده. جایدادا بخیال جایای مهم هستن، چطور است که قدر جدی گرفتنی مثلا؟ مقصد جایدادا است که یک جایداد زیاد نیست، فقط ما در مرکز یک چند جای داریم که ازش استفاده میکنیم. در ولایات داریم که ما عمل چند سال اخیر 2-3 سال اخیر در چند ولایت ما زمین خریدیم، تعمیر آباد کردیم. ما دمی وظایف ما است که باید همین به اصطلاح همین فعالیت‌های خود در مرکز و ولایت رشد بدیم دیگه. به ارتباط دیگه فعلا ما دادخواهی ما نه تنها در مرکز بلکه در ولایات هم است تا به خاطر جایداری ما حفظ شود. درست است. حالا چی فکر میکنین کی ها دست دارن اینجا؟ خب مافیای زمین و گپام هستن. ما دمی قسمت بر شما یادآوری کنیم که یک تعداد علاقات هستن که زینت رئیس جمهور به اصطلاح در مورد اتحادیه بسیار زینتشون خراب ساخته، در حالی که ما اتحادیه هستیم همیشه چه قسم خراب ساخته؟ مثلا این زینتشون ساختن نمیدونه که این جایدادها باید از ما به چه شکل به شکلی باید از اتحادیه کارگری افزا ولی ما مقاومت میکنیم از جایدادهای خود دفاع میکنیم. حالا اینجاست که ذهنیت رئیس جمهورش چرا تغییر میده؟ یک کسی به خاطر چی تغییر میده؟ خب این جایداد خب مثلا این کس فرد نمیاد که جایداد بگیره، این جایداد میره به یک دولتی میشه. اینمی که فرمان خودش مشکل قانونی داره، اینمیش معلوم میشه که شاید دست کار کنه که باید جایداد را بگیره. تصور شما چی است؟ تصور ما خب همین اعتراض ما اگر ما اعتصاب کردیم و یا دادخواهی کردیم به جاده ها برآمدیم یا مبرایم، ما دادخواهی ما برحق است. ما اجواده بالاتر از یا فراتر از قانون ما کدام حرکت را انجام نمیتیم. اگر ما حرکت رو انجام میتیم حرکت مدنی است به خاطر حفظ جایداد ما از جایداد خود دفاع میکنیم چون جایداد از کارگراست، از پول عضویت کارگرها خریدار شده و ما از دفاع میکنیم. خب این اسناد که شما بس دارین، این اسناد برشان نشان دادین برای تمام ارگانا همین سندهای خود، همین اسنادهای قانونی خود، قواعد شرعی خود به تمام اسناد به تمام مراجع دولتی ما پیشکش کردیم، نشان دادیم، به جامعه مدنی نشان دادیم، به تمام به اصطلاح ارگان‌های دولتی ما به اصطلاح
پیشکش کردیم که این سندهای ما، ولی بازم ما نمیدونیم که چرا پافشاری است که باید جایداد ما گرفته شد، ولی کارگرها هم مفتی اعلان نمیکنن، به خاطر که چون به اصطلاح از عرق جبین خودی جایداد خریده و از روی دفاع و حمایت میکنه. درست. یعنی شما رفتین، شما خب اتحادیه کارگرها خب با جهانیان هم یک نوع ارتباط بله با بله. ما به اصطلاح سالانه در جلسات آیلو هم اشتراک میکنیم و همچنان خود اتحادیه کارگری به اصطلاح عضو کنفدراسیون اتحادیه کارگری جهان میباشه. ما همین صدا و اعتراضات خود، همین شکایات خود ما در مجامع بین المللی هم به اصطلاح اندام بخشی که ما ارتباط داریم، بخش اتحادیه کارگری جهان، ما صدای خود بر اونها هم رساندیم و آنها هم به اصطلاح امرای ما هم صداست. شاید اونها هم کار کرده باشن یا کاری کنن که بالای دولت یک فشار وارد شود که تا دولت ما را در قسمت فعالیت‌های ما همکاری کنه. امیر روال چه قسم است دیگه جهان که اتحادیه کارگری هستن اونها هم جایداد خود دارن؟ بله تمام اتحادیه کارگری جهان که به اصطلاح جایداد دارن، همشون اونها به خاطر پیشبرد فعالیت‌های خود از این اقلوزیت کارگرها و کارمندایی که مرکز عرب اتحادیه دنیا که هستن، از اقلوزیت کارگرها و کارمنداش اونا جایداد میخرن، اونها به اصطلاح سرشکار میکنن، اتحادیه خود رشد میدن. درست است. حالا شما همین فعالیت‌هایتان چی است؟ میرین در کت کارگر چگونه از حقوق کارگر شما دفاع میکنید؟ ما دادخواهی داریم. همین فعالیت یکی از فعالیت‌های اتحادیه کارگری در جهان خصوصا در افغانستان مسئله دادخواهی است. ما مثلا دادخواهی ما در رابطه با تعیین حداقل مزد، دادخواهی ما در رابطه با منع کار شاقی اطفال است. ما دادخواهی کردیم به خاطر ایجاد کار برای جوانان. این بیشتر از 3 میلیون جوان افغانستان، 3 میلیون نفوس افغانستان که اکثریت از اون جوانان تشکیل میدن بیکار است. ما دادخواهی در قسمت مثلا افزایش ماکولات کارمندا و کارگرای افغانستان هم ما دادخواهی کردیم که در پد ماکولات از اونها هم نظر به دادخواهی ما اضافه شد. یا مثلا ما دادخواهی در مورد افزایش کرایه موتر کارمندا و کارگرای دولت هم ما دادخواهی کردیم. ما همیشه در خصوص در اول ماه می ما دادخواهی ما همیشه زیاد بود، ما در جاده ها میبریم، ما فقط صدای بر حق کارگر و کارمند به گوش دولت میرسونیم. نوری صاحب، حالا برخورد نیروهای امنیتی با شما چگونه است؟ ما شنیدیم که به یک نوع برخوردهای خشن هم صورت گرفته و آمدن حریم شما را به یک نوع نقض کردن که تقریبا به تاریخ 6 عمل که بالای ما 3 بار حمله کرد نیروهای امنیتی. ما اونها را گفتیم که شما فرزندای ما هستین، شما اولادای وطن هستین، ما اگر استاد شدیم ما در مقابل شما استاد نشدیم، ما جایدادهای خود دفاع میکنیم. ولی اونا میگن نه، ما زیر حمل هستیم، ما زیر حمل هستیم، فرمان داریم، فرمان هستیم، ما فرمان رئیس جمهور است، ما مامور دولت هستیم، ما فرمان تطبیق میکنیم. ولی چون ما بر حق هستیم دیگه، اگر ما مفت هم جایداد به اصطلاح تسلیم کنیم یا به اصطلاح آرام خورا بگیریم یا هم ظلم است دیگه. به اون خاطر ما مقاومت کردیم، 3-4 بار سر ما حمله کردن، مقاومت کردیم. ولی دیروز باز یک بار دیگه هم ساعت 2 بجه آمدن حمله کردن، ولی ما مقاومت کردیم و نخواستیم که بیان دفاتر کاری ما رو ملغا کنن. و ما یعنی قصد می بود که دفاتر کاری شما باید ملغا شد. و ما دیروز به این خاطر چون صدای ما هیچ جای شنیده نشد، ما مجبور شدیم. چرا شنیده نمیشه این صدایتان؟ یعنی ما همیشه صدای ما صدای حق طلبی است از ما هیچ وعده که تو مثلا بالاتر چیز نخواستیم. ما از دولت چیز نخواستیم که ما رو کمک کنه یا ما پول بده یا مثلا این چیز ما نخواستیم، ولی ما فقط از حق خود دفاع میکنیم. همین دین روز بالای ما حمله کردیم، ما گفتیم که ما خواستنوری که داریم سندا رو برخشان کشیدیم به رخ نیروی امنیتی با همون بخشای بسلا از دولت، از سارنوالی هم آمده بودن، از وزارت مالیه هم آمده. ما سندا را کشیدیم که این سندای ما سکرش ما قوالی شرعی زدیم بده. ما که مقاومت میکنیم، ما که سادگی میکنیم، ما ناحق استاد نیستیم، ما بر حق هستیم. ولی این مقاومت ما دیناز هم این مقاومت ما بود که نیروهای امنیتی پس دوباره برگشتن. ما مجبور شدیم باز هم با وجود که ما هر جای مراجعه کردیم، ولی ما باز مجبور شدیم دست به اعتصاب غذایی زدیم و بیرق خیمه تحصیل استفاده کردیم تا جهانیان صدای ما رو بشنون. درست. حالا که شما با ریاست اجرایی دیدین، پارلمان دیدیم، یعنی هیچ نتیجه نیست، نتیجه منفی است.
فقط هر دری که میزنیم جواب منفی میشه. و شما برای کل جایداداتتان قواله دارین یا برای جایداد است که قواله نداره؟ نه ما کل جای یعنی از زمین الف گرفته تا یا کلگیشان از ما یک بلز پیشتر یادآوری کردیم که یک بلز جای ما تو به اصطلاح نه دولتی است نه فرمانی است نه بخششی. ما تمام جایدادها رو که خریداری کردیم در مقاطع مختلف زمانی قواله شریک داریم. همین اتحادیه کارگرها سابق بود در اینجا در وقتایی که حکومت‌های چپ اینجا حاکم بودن باز زمینا رو بر شما دادن و رئیس جمهور آمدن به توسط فرمان و توسط که شما رشد بکنین این اتحادیه رشد بکنه این زمینا رو بر شما دادن زمینای دولتی بود. نه برای اتحادیه هیچ چیز یعنی هیچ وقت چیز فرمانی به اتحادیه 1343 که شروع تا بالا کسی برش چیز نداد. نه به اتحادیه چیز فرمانی دل ندادن. چیز فرمانی که به اصطلاح فرمانی باشه دولتی باشه به ما ندارن. فقط ما که می فعالیت اتحادیه ویده که از مثال 1343 که آغاز کردیم چون اتحادیه اهدافش بسیار یک اهداف انسانی است مردمی است. این مردم جوخه به آمدن به دور اتحادیه بسیج شدن حق عضویت دادن. ما این تمام جایدادها رو خریدیم از حق عضویت اتحادیه خریداری کردیم و تا امروز هم ما کدام یک بلز جای ما نداریم که دولتی باشه و یا یک بلز جای هم نیست که شما سند نداشته باشه. و این جای ما اگر این جایی که باشه که سندش به اصطلاح دولتی باشه فرمانی باشه ما خود حاضر هستیم که تسلیم کنیم ولی چون کلش ما خریداری کنیم ما این کلی استناد بر کلی نشان دادیم. خب حالا شما چی میخواین؟ بالاخره چی باید شود؟ اگر حکومت توجه نبکنه به خواستهای شما اقدام شما چی خواهد بود؟ ما به می گفتیم اگر دولت صدای مال نشه ما به می اعتصاب غذایی خود ادامه میتیم و به حرکت‌های مدنی خود نه تنها در مرکز با ولایت هم ما ادامه میتیم تا اینکه دولت صدای ما را بشنوه. ما فقط تا آخرین به اصطلاح قدر خونی که در رگای کارگرها جریان داره از جایداد دفاع میکنه در مرکز و ولایت. چقدر مهم میدونین که دولت باید صدا را بشنوه؟ صدای حق است. ما خب صدای کارگر است. کارگر هیچ چیز نداره. کارگر فقط با همه جایی که ببینیم به دست با میاولی کبد دست کارگر آباد شده ولی باید صدای کارگر بشنوه. کارگر یک قشر مظلوم است ولی باید صدای کارگر بشنوه. امروز کارگر هیچ چیز نداره. امروز کارگر ما معاشش بسیار 5000 یا 6000 به ماش داره. دو 5-6 هزار هم با صدای خود نمیکشه ولی امروز که نه این جایداد کارگر میگیرن دیگه کارگر خارم نمیشینه دیگه. ای فکر نمیکنه که به یک نوع بحرانزا است این مسئله برای حکومت و چالش زا است؟ ممکن یک چالش جدی را به حکومت. ما فکر میکنیم دیگه عواقب بعدیش متوجه اتحادیه نبوده. ما خود استاد هستیم. ما جایداد خود دفاع میکنیم. چون جایداد ما اسناد قانونی داریم. ما مجبور هستیم که استادگی کنیم. یعنی اگر 1 لک از 1 لک بالا شما اعضا داشته باشین این خو یک مشکل چالش جدی است که برای حکومت خلق بشه. ما گفتیم در تمام ولایات ما این دادخواهی‌ها در جاده‌ها برآمدن در ایراد در تخار در مزار در جاده‌ها برآمدن به خاطر این فرمان اخیر مقام ریاست جمهوری. اونا گفتن که باید رئیس جمهور در قسمت فرمان لغو فرمان باید تجدید نظر کنن. در غیر از او ما حرکت‌های مدنی خود در مرکز ولایت ادامه میدیم. خیلی ممنون. تشکر نوریس در بحث با ما بودین. خیلی ممنون. تشکر. د تلویزیون ډیر قدرمن لیدونکو تاسو ملتیا مننه کوم خبرونه مو پای ته ورسېدله تر بیا مو عمل